جهت آشنایی دختر و پسر برای ازدواج چند جلسه گفتگو لازمه؟ نه چند جلسه نمیشه گفت. من معتقدم محرمیت باید بخونم. به محض اینکه خواستگار اومد اصلا ما هم صحبت نکن. یه محرمیت 3 ماه. خب فقط هم این 2 تا خانواده بدونن عقدن دیگه، حلالن به هم، حرف بزنن، صحبتاشونو بگن، حتی مسافرت برن. بعد این همین عقده مقدمات بقیه چیزا رو حل میکنه. خب یا میپسندن یا نمیپسندن، هیچ کس هم نمیدونه. آقا این چه کاریه؟ آقای الهی ببین چه تشویقایی میکنه، دعوت میکنه به متعه، دعوت میکنه به محرمیت، دعوت میکنه به صیغه. خب این کارو نکن. باشه برای اینا دوست دختر دوست پسر باشن، هر جور که تو میگی نامزد بازی کنن، نه اصلا همدیگر هم نشناسن. اگه راه حل داری برو انجام. راه حل ما اینه.